به هر حال تمام جوونیم و زندگیم و همه چیمو گذاشتم یه محصولی ساختم، تو تلویزیون کار کردم، بعد ناجوان مردانه منو گذاشتن کنار، من به صفر مطلق رسیدم و از هیچی دوباره جنگیدم، نمیذاشتن کار کنم، جنگیدم دوباره تو 4 سال یه 360 راه انداختم که به هر حال خیلی با اقبال مواجه شده. من از این ناراحتم که آقا چرا نمیذاره آدم کار کنه تو این مملکت؟ جدی میگم مگه میشه همچین چیزی؟ من اصلا من که دیگه به هر حال سنی ازم گذشته دیگه، من کرک و پرم ریخته، من لطف مردم میتونه سالهای سال منو زنده نگه داره. من واقعا الان نگران اون 100 و خورده بچه هستن که اینجوری من اصلا نمیتونم تو روشون نگاه کنم، اینقدر تو این 40 روز نمیدونی رضا چقدر اینا مخلصانه کار کرده، اصلا من اصلا روم نمیشه تو صورتشون نگاه کنم اگه قرار باشه کاری نباشه. این آدم ناامید میشه رضا، من میگه والله لام الصبا منو نذاشتید کار کنم، من داشتم کار میکردم، سالم زندگی کردم، همه چی در اختیار شماست. یعنی یه سایت و یه اپلیکیشن شما نمیتونید تحمل کنید، اینقدر کوچیکید.